برای که تعظیم میکنی؟ برای بانو زلیخا، بانوی بزرگ قصر پوتیفار. برای بانویی که نه شأن و شوکتی برایش مانده، نه حسن و وجاهتی. بانو، این همه خود را سرزنش نکنید. شما همیشه برای ما بانو زلیخا هستید، هر روز عزیزتر از روز قبل. ای کاش می آمدید. امروز مراسم تشییع و تدفین آمنهوتپ بود. میدانستم، اما حوصله‌اش رو نداشتم. برای من چه فرقی میکند این آمنهوتپ یا آمنهوتپ دیگر؟ ولی باید شرکت میکردید. همه زنان اشراف مصر بودند. درون من همیشه عزاخانه است. تحمل عزای دیگران رو ندارم. مراسم فردا را چه میکنی؟ جشن تاجگذاری. میتوانی شرکت نکنی؟ آی، فردا رو مجبورم در مراسم شرکت کنم، اما اصلاً حوصله آراستن و پیراستن و زنان اشراف و وای. آیا اکنون نفرتیتی بانوی اول مصر است؟ آری، بسیار هم زیباست. هم اکنون خواهید دید مریتاتو. زلیخاست که به این روز افتاده؟ میبینی چه به روز خود آورده است؟ من شنیدم که آمنهوتپ چهارم اصلا آمون را به خدایی قبول ندارد. از چگونه راضی می شود که امروز آنخ تاج بر سر او بگذارد؟ این یک تشریفات است، چاره ای ندارد. از قدیم هم همیشه کاهن اعظم و عزیز مصر هر دو با هم تاج بر سر فرمانروا می‌گذاشتند. من اطمینان دارم در حکومت آمنهوتپ چهارم مصر تغییرات زیادی خواهد کرد. او به آمون و معابد خدایان اعتقادی ندارد و همین برایش مشکل ساز خواهد شد. ای خدایان سرزمین مقدس نیل، ای خدایان رمزها و رازهای ناشناخته مصر، ای آمون
خدای خدایان، ای که قدرت را به فرعونان و فرمان روایان و تقدس و باروری را به نیل، عظمت را به مصر و استحکام را به اهرام ارزانی داشتی. آمنحتب چهارم فرمان روای جوان ما را قدرت همه فرائض ها و باروری نیل مقدس، عظمت مصر و استحکام همه اهرام عنایت فرما و او را در برابر دشمنان و هم پیمانانش از که تا هیتی ها، از میدانی و حجاز تا شما استیلا و سروری ببخش و همه خدایان را حامی و حافظ او بگردان. آفرین مسعود، مهارت خود را در ساخت این خانه به خوبی نشان دادی. من پیش از این معمار بودم، بناهای زیادی رو در مصر ساختم. همه ما چون تو هستیم. دنیایی را می سازیم که بعد باید بگذاریم و برویم. خبر مهمی رسید. برای انسان ها مهمترین خبر دنیا مرگومیر است. همین نیست؟ باری درست است. آری، آمنحتب سوم به جهان غرب و فاکنون آمنحتب چهارم بر تخت نشسته است. همکنون که بار نان و آذوقه را خالی می کردیم از سربازان شنیدیم. مرکب تخت حکومت ثابت است. همیشه این راکب ها هستند که تغییر می کنند. یک روز آمنحتب اول، یک روز دوم، روز دیگر سوم و امروز آمنحتب چهارم. من در کودکی او را دیدم. گمان میکنم از دیگران صالح تر باشد. بیشنوین اسموند، آمنحتب سوم هم خانه و کاشانه را گذاشت و رفت.
شب چه میخواهی؟ از جانب فرمانروا آمنحتب چهارم آمده ایم. برای جناب آنخماهو پیام داریم. منتظر بمانید تا جناب پادیامون را خبر کنم. چه شده این وقت شب؟ چه میخواهید؟ خداوندگار مصر آمنحتب چهارم خواب دیدند. عالی جناب آنخماهو را جهت تعبیر خوابشان به قصر احضار فرمودند. شما بروید. همینک جناب آنخماهو را خبر میکنم. عالی جناب، اگر حالتون خوب نیست من از هرمخوب عذرخواهی کرده خواهم گفت که به خاطر بیماری از حضور در قصر فرمانروا معذوریم. نه پوتیفار تا امروز در انجام فرامین خداوندگار خیش لحظه تعلل نکرده است. بیماری بهانه خوبی برای کوتاهی انجام کار نیست. حالا موضوع چیست؟ نمیدانم. هرمخوب میگفت امر مهم نیست. میبینید نیم شب چگونه خوابمان را حرام کردم؟ نمیشد جناب آمنحتب خوابشان را صبح برای خوابگزاران تعریف میکردند؟ چند تن از خوابگزاران را خبر کنید و متعاقب ما به قصر بیاورید. عجله کنید. اطاعت عالی جناب. عالی جناب پوتیفار و کاهن اعظم آنخماهو اجازه ورود می‌خواهند. درود بر فرمانروا خدایگان آمنحتب جوان. درود بر شما. نگران شدیم جناب فرمانروا. چه شده؟ امیدواریم اتفاق ناگواری نیفتاده باشد. خواب عجیبی دیدم. شاید ناگوار باشد، شاید نباشد. فمیتواند اصلا تعبیری نداشته باشد. خواب فرمانروا تعبیری سراسر خیر و نیکی دارد. در هر حال به دنبال معبران فرستادم. همینک خواهم رسید. هرچه هست مرا به شدت آشفته کرده. این عروس تعبیل خواب تو این است که 3 روز دیگر به شغل پیشین خود باز می‌گردی و به عنوان ساقی آمنحتب عزت و جاه می‌یابی. این عروس؟ بله عالی جناب. گر تو شرابدار ما نیستی؟ در خدمتم عالی جناب. اما تو آبروپیز 3 روز دیگر به دار مجازات آویخته خواهی شد و بر بالای آن میمانی تا پرندگان از جسدت بر بالای دار تناول کنند. یوزارسیف، من چه خوب او را به یاد فرمانروا آمنحتب آوردم. 7 سال گذشت. بانوی بزرگ، فکر میکنم راهی برای تعبیر خواب فرمانروا بدانم.
اگر اجازه بفرمایید. معبران آمدند. نیازی به تعبیر خوابتون نیست. درود بر فرمانروای مصر خدایگان آمن‌حتب. اینان بزرگترین خوابگزاران و پیشگویان مصرند. من از جناب فرمانروا تقاضا می‌کنم خواب خود را تعریف کنند تا قدرت خوابگزاران معبد را به عیان مشاهده کنند. من دیدم که 7 گاو فربه از نیل خروشان بیرون آمدند و در ساحل به چرا مشغول شدند. سپس نیل خشکید و 7 گاو لاغر از خاک‌ها سر برآوردند. آنگاه این گاوهای لاغر گاوهای چاق و فربه را خوردند. اگر جناب فرمانروا اجازه دهند خوابگزاران قدری با یکدیگر مشورت کنند. مانعی نیست. هر چقدر میخواهند فکر کنند. از ظاهر خواب برمی‌آید که تعبیر دارد. آیا کسی از شما میتواند آن را تعبیر کند؟ این خواب بی تعبیر نیست، اما چیزی به ذهن من نمی‌رسد. چرا سکوت کردید؟ فعلا چیزی به ذهنمان نمی‌آید. بگویید آشفته است. به اعتقاد ما خواب جناب آمن‌حتب آشفته و بدون تعبیر است. از نوع خوابهای پریشان و مختلط. و ما تعبیر خوابهای آشفته نمیدانیم. بهتر است اقرار کنید که تعبیر خواب مرا نمیدانید. هر آدم عاقلی میتواند بفهمد که این خواب تعبیری دارد. جناب فرمانروا میدانم که خوابگزاران ما قدرتمند و با تجربه‌اند. من در توانایی آنان تردیدی ندارم. بیشک اگر خواب جناب فرمانروا تعبیری داشت میگفتم. من تعبیر خوابم را میخواهم و شما باید پاسخ درست بدهید. آرام باشید جناب فرمانروا، برای حالتان خوب نیست. من میتوانم از جناب فرمانروا برایتان مهلت بخواهم. بدون شک خواب من تعبیر دارد، اما اینها بی عرضه تر از آنند که بتوانند خواب مرا تعبیر کنند. حال که بانوتی فرمودند به شما مهلت میدهم، اما خواب من هرچه زودتر باید تعبیر شود. آیا به اینان بگویم که جناب یوزارسیف میتواند این خواب را تعبیر کند؟ اما نه، اینان هیچ یک از دوستان یوزارسیف نیستند. بانو نفرتیتی نگذاشت. اگر اجازه داده بود میگفتم.
او گمان کرده که تو خود میخواهی خواب را تعبیر کنی. بدیهی است که تو را معبر خواب نمیداند. چرا به دیگران نگفتی؟ به که میگفتم؟ به پوتیفار که یوزارسیف را به زندان انداخت، یا به آنخماهو که به خون او تشنه است؟ به هر حال سعی کن در اولین فرصت فرمانروا را از وجود یوزارسیف مطلع کنی. حتما این کار را خواهم کرد. 7 سال پیش باید این کار را میکردم. 7 سال پیش باید در حضور فرمانروای فقید از یوزارسیف یاد میکردم. نمیدانم چرا فراموش کردم. او مرا به یکتاپرستی دعوت کرد. خواب مرا به آن زیبایی تعبیر کرد. آن همه لطف، آن همه مهر، آن همه محبت. آن وقت من کوچکترین تقاضای او را فراموش کردم. تقاضای پیامبرم را. نفرین بر من. چگونه باید با او روبرو شوم؟ این روز به راستی این فراموشی قابل بخشش نیست. اصلا چرا تقاضای یوزارسیف را فراموش کردی؟ تردید ندارم که شیطان نفرین شده موجب این فراموشی بوده است. اما من این قصور را جبران خواهم کرد. جبران خواهم کرد. به راحتی میتوان فهمید که خواب خوشه های گندم شبیه خواب گاو هاست. 7 گاو فربه همان خوشه های سبز و بارور هستند و گاو های لاغر همان خوشه های زرد. من در 2 شب متوالی خوابی را به 2 شکل متفاوت دیدم. دیگر نمیتوانید با گفتن حرف هایی چون خواب پریشان و مخشوش از تعبیر سر باز زنید. من تعبیر خوابم را میخواهم. اگر نمیتوانید اقرار کنید تا تکلیف خود را با شما بدانم. اگر خواب من امشب تعبیر نشود همه شما را به بند خواهم کشید. تردیدی ندارم که خواب شما تعبیر دارد، اما اینان نمیتوانند. از چاره چیست؟ اگر تعبیر ممکن نشد، تحقیر که ممکن است. فرصت خوبی برای شکستن غرور کاهنان و خوابگزاران معبد آمون است. شما میتوانید در تعبیر خوابتان مصر باشید. من هم در آنان امیدی به تعبیر ندارم.
بانوی بزرگ اجازه می‌فرمایند. چیست؟ میخوای بگوی راه تعبیر خواب خدایگان آمنهوتپ را میدانی؟ همینطور است بانوی بزرگ. ایناروس، در این امور دخالت نکن. خشم فرمان روا را برنیانگیز. تعبیر این خواب بسیار مشکل است. نتوانستیم تعبیر کنیم، یعنی تعبیر ممکن نیست. سرورم، یک شب مهلت می‌خواهیم. من خودم جانتان را خواهم گرفت. شما آبروی معبد را بردید. خوابگزاران و جادوگران معبد آمون از محضر جناب فرمانروا یک شب را مهلت می‌خواهم. مهلتی در کار نیست. سالها خورده و خوابیده ای تا در مواقع لزوم مشکلی را چاره کنید. همین امشب باید خواب من تعبیر شود. جناب فرمانروا، اینان خوابگزاران و جادوگران به نام مستند. اگر مهلت داشته باشند بیشک تعبیر میکنن. یا به نگو کاهن اعظم، اینان مشتی مفت خورند که همچون موشهای موذی به جمع کردن سکه و جویدن ریشه مردم مصر مشغولند و به هنگام لزوم حتی به اندازه سگ‌های ولگرد ترس پارس کردن هم نمیدانند. شما نباید ناراحت بشوید. برای بیماریتان خوب نیست. امروز اینان یا برای تعبیر زبان به گفتن باز خواهند کرد یا به ضرب تازیانه به پارس کردن وادارشان میکنم. مراقب باش جناب آنخماهو. امروز هیچ کس از گزند من در امان نیست. از اینان بیش از این حمایت نکن. از شما استدعا دارم که بر خود مسلط باشید. حالتان بدتر می شود. همه این جمع را به زندان ببرید. زمانی آزاد خواهند شد که خواب من تعبیر شود. اجازه می‌فرمایید. چه شده؟ باز چه میگویی؟ بانوی من چاره این مشکل را میدانم، اما جرأت سخن گفتن ندارم. جناب فرمانروا بسیار خشمگینند. یعنی تو تعبیر خواب میدانی؟ نه، من معبری توانا میشناسم. ایناروس، موقعیت خطرناک است. بی ربط بگویی کار دست خودت داده ای. من ایمان دارم اون معبر این مشکل را چاره خواهد کرد. بانوی من استدعا دارم، اجازه بفرمایید من سخن بگویم. ببریدشان. آمنهوتپ چه میکنید؟ اینان کاهنان معبد آمون هستند. دست نگه دارید عالی جناب. ایناروس میخواهد مطلبی را به عرض برساند. رهایشان کنید. بگو ایناروس، میشنوم. من برای مشکل جناب فرمانروا راه چاره ای دارم. تو برای تعبیر خواب ما راه چاره داری؟ آری عالی جان. شرم‌آور است.
بروید خود را در نیل غرق کنید. جادوگران و خوابگزاران بزرگ معبد آمون ساکت ماندند. آن وقت ایناروس ساقی ما باید برایمان راه چاره پیدا کند. خب او کیست ایناروس؟ یک برده عبرانی که اینک در زندان است. یک برده زندانی عبرانی؟ فرمانروای بزرگ، زمانی که با آپوپیس در زندان بودیم هر دو خواب دیدیم و همین جوان زندانی خواب مرا به آزادی از زندان تعبیر کرد و خواب آپوپیس را به مرگ و آویخته شدن بردار. هر دو تعبیر پس از 3 روز تحقق یافت. ایناروس، تو هیچ میدانی نتیجه تمسخر فرمانروا چیست؟ مطمئن باشید سرور من، مطمئن باشید. او چه میگوید پوتیفار؟ پوتیفار؟ او درست میگوید خداوندگار من. گمان میکنم آن جوان را بشناسم. تا فردا مهلت دارید که خواب مرا تعبیر کنید. بروید که همچون سرگینه به جا مانده از گاوهای اطراف نیل بوی تعفن میدهید. بروید. من تا فردا تعبیر خوابم را میخواهم. شنیدید؟ وقت را تلف نکنید. همین امشب با هورمهوب به زندان زاویرا بروید و تعبیر خواب مرا جویا شوید. نام این زندانی چیست؟ یوزارسیف، اما در زبان عبری به او یوسف میگویند. نامی آشناست. گمان میکنم در گذشته کودکی به این نام برای جناب پوتیفار خریداری کردند. زندان زاویرا، حرکت کن. چه می‌خواهی؟ به فرمانده کیدامن بگو هورمهوب از طرف فرمانروا آمنهوتپ 4 آمده. منتظر باشی جناب فرمانده. فرمانده هورمهوب منتظر ورود هستند. در را بگشایید. حرکت کن. این وقت شب چه چیز فرمانده هورمهوب را به اینجا کشانده؟ دستور فرمانروا باید اجرا شود. روز و شب ندارد. اینا رو چه خطایی کرده ای؟ باز هم زندان؟ نه، آمده ایم یوزارسیف را ببینیم. از جانب فرمانروا مأموریت داریم. بسیار خوب.
برم. درود بر نبی خدایگزار سیف. درود خداوند بر تو باد. کیستی؟ چه میکنی؟ منم ایناروس فراموشکار، ایناروس قدرموش. ایناروس بس کن، این سخنان چیست که میگویی؟ مرا ببخش. تو از من تقاضای کوچکی کردی ولی من کوتاهی کردم. از شرم نمیدانستم چگونه باید با تو روبرو شوم. شرمندگی تو بیمورد است. باید تقاضای مرا فراموش میکردی. فراموشی تو بی حکمت نبود. هم یاران خوبی را یافتم و هم برای تسکیه و عبادت فرصت خوبی را. ایناروس، چه شد که تو یاد از زندان زاویرا کردی؟ چه شد که بیادی گذاشت؟ خواهم گفت. مرا فرمانروای مصر عالی جناب آمنهوتپ به اینجا فرستاده. برای تعبیر خوابی آمدم. تمام جادوگران و معبران تبس از تعبیر خواب آمنهوتپ عاجز ماندند. اگر فرمانروا خواب نمیدید شاید هنوز هم شما را به خاطر نمی آوردم. خب تعریف کن ایناروس. فرمانروا در خواب دیده که 7 گاو فربه توسط 7 گاو لاغر بلعیده شدند و 7 خوشه سبز و پربار توسط 7 خوشه زرد خشکیدند و از بین رفتند. به اذن و اراده خالق یکتا تعبیل این خواب نزد من است. ولی شما نباید این خواب را تعبیر کنید مگر آنکه آمنهوتپ شما را از زندان خلاص کند. خداوند علم تعبیر را برای چنین روزی به من آموخته و این شیوه جوان مردان نیست که در ازای کار خیر مزد و تضمین مطالبه کنند. به نزد فرمانروا بازگشتی بگو 7 سال فراوانی و نعمت در پیش دارید. در این 7 سال بکارید و درو کنید و جز اندکی که برای کشتن و خوردن مصرف میکنید مابقی را ذخیره کنید. پس از آن 7 سال قحطی و خشکسالی در پیش دارید. ذخیره های زمان فراوانی را در زمان قحطی مصرف کنید تا مردم دچار مشقت نشوند. به خداوند سوگند تعبیر همین است. من مطمئنم آنچه که جادوگران و معبران از آن عاجز مانده‌اند همین تعبیر است. من یقین دارم جناب فرمانروا با شنیدن این تعبیر بسیار خوشحال خواهد شد. من مطمئنم. اگر مطلب دیگری نیست من باید هر چه زودتر بازگردم. میروی که باز هم ما را فراموش کنی ایناروس؟ نه من همین امروز به نزد شما باز میگردم. برو برای فکر یارانت باش. حتما. بدرود. خدا نگهدار. بدرود. خدا نگهدار. من باز میگردم. خب این استخوان‌ها و مهره‌ها در تعبیر خواب ناتوانند. این مهره‌ها ناتوانند یا تو؟
هرچه کاهن اعظم بفرمایند. ما خوابگزاران به ضعف خود اعتراف میکنیم. تنها یافته ما در این چند روز گذشته این است که در سنن دیرین و آیین‌های گذشته مصر گاو را به سال تعبیر کردند. خب که چه؟ این که مشکلی را حل نمی کند. من این جوان زندانی را می شناسم. بیم آن دارم که خواب آمن‌هوتپ را تعبیر کنم. مگر نشنیدید قبلا خواب این آروس را به خوبی تعبیر کرده است؟ من نمیفهمم جناب آنخماهو. خیلی ها تعبیر خواب کردن. یوزارشیف هم این چه اشکالی دارد؟ ابله شکست آمون با همه کاهنان و جادوگرانش در برابر یک برده اشکالی ندارد؟ چرا دارد؟ این جوان یوزارسیف نام دارد و یک پرست است. پیروزی او شکست آمون محسوب می شود، چرا که بر خدای آمون کافر است. این عروس تعبیر خواب را آورده ای یا نه؟ قبلا عرض کرده بودم که او معبر بزرگی است. خب او چه گفت؟ یوزارسیف گفت 7 گاو فربه و 7 سنبله سبز نشانه 7 سال فراوانی و 7 گاو لاغر و 7 سنبله خشکیده نشانه 7 سال قحطی و خشکسالی است. آفرین، همین است. این تعبیر بیشترین تطبیق را با خواب من دارد. همین است. من به هر آنچه که این برده عبرانی بگوید ایمان دارم. تو او را میشناسی؟ چرا؟ چیزهایی درباره او میدانم. این عروس، این زندانی سخنی از راه چاره و پیشگیری از قحطی نگفت؟ چرا عالی جناب؟ او گفت در 7 سال فراوانی و نعمت بکارید و ذخیره کنید تا در 7 سال خشکسالی و قحطی از آن استفاده کنید. این راه حل کاملا مناسب است، اما گندم که 7 سال دوام نمی آورد. چگونه ذخیره کنیم؟ شاید این زندانی راه چاره را بداند. حتما همینطور است. میخواهم این برده عبرانی را ببینم. او را نزد من بیاورید. این تعبیر خواب و راه چاره را مخفی نگاه داریم تا ببینیم کاهنان معبد چه می کنند. بیشک تعبیری این چنین حکیمانه ضربه مهلکی بر پیکر آنخماهو و کاهنان معبد می باشد. بیشک آنان از تعبیر خواب فرمانروا عاجز و زبون خواهند شد. چهره شکست خورده و تأخیر شده آنخماهو چه دیدنی است.